تو این ویدیو از کانال یوتیوب مناظره زمان دو تا اسطوره فوتبال جهان یعنی کریس رونالدو و لیونل مسی رو مقابل همدیگه قرار دادیم. دو آدمی که فکر میکنم هواداری خاص خودشون رو دارن، بعضیا یقه میدرن، خیلی از کسا الان دیگه پی بردن به اینکه لیونل مسیه، ولی بعضیا میگن که تلاش کریس رونالدو 100 برابر میارزه به اون استعداد و قریحه‌ای که لیونل مسی داره. ولی خب خلاصه که رونالدو و لیونل مسی رو با استفاده از بهترین هوش مصنوعی جهان مقابل همدیگه قرار دادیم. ببینیم دو طرف با استفاده از کمک هوش مصنوعی که دیتایی فراوانی فکر می‌کنم مسلط باشه دیگه به هر دو طرف چی واسه ارائه دارن مقابل همدیگه و فکر می‌کنم مناظره جذاب و خوبی از آب در بیاد. ببینیم با همدیگه. من از یه جزیره کوچیک و فقیر اومدم. کسی راهو برام هموار نکرد. هیچ مربی بزرگ و آکادمی خاصی نبود. من خودمو ساختم، با درد، با تمرین، با اراده. هر بار که زمین خوردم بلند شدم، چون میدونستم فقط منم که میتونم خودمو بالا بکشم. من محصول مبارزم، نه محصول سیستم. من شاید توی بارسلونا رشد کردم، ولی اونم راه ساده‌ای نبود. با بدن نحیف و بیماری هورمونی شروع کردم. خیلیا منو کنار گذاشتن، ولی من با بازیم، با هوشم، با تیم سازیم خودمو به بالا کشیدم. من به یه باشگاه وفادار موندم و اون باشگاهو به اوج رسوندم. خودمو با تیم ساختم، نه دور از اون. من توی 4 لیگ مختلف، توی باشگاه‌های مختلف بهترین شدم. هر جا رفتم فشار بیشتر شد، ولی تسلیم نشدم. به من نگفتن اسطوره رئال یا نماد یونایتد، فقط چون گل زدم، چون تغییر دادم. فرق من اینه که تو یه جا ریشه زدی، من همه جا کاشتم و رشد کردم. تو سبک مهاجم مهاجرتی بودی، ولی من نماد ثبات بودم. همه نمیتونن وسط یک تیم بمونن و همچنان بهترین باشن. شاید رفتن آسونتر باشه تا ساختن دوباره از دل تکرار. تو خودتو به دنیا نشون دادی، من دنیا رو کشیدم سمت خودم. جام جهانی نقطه اوج بود، ولی نه فقط برای من، برای ملت. ما اون سال شکست خوردیم، تأخیر شدیم و برگشتیم. قطر، اشک‌ها، پنالتی‌ها، اون شادی آخر، اینا فقط جام نیست، اینا لحظه‌ای که تو دل تاریخ حک میشن. اون شب قهرمانی حس نبود، حقیقت بود. من همیشه گفتم جام جهانی یه تورنمنته، نه همه فوتبال. من توی هر فصل توی چالش واقعی لیگ‌ها و چمپیونز لیگ درخشیدم. قهرمانی یه ماه خوبه، ولی من هر 3 روز قهرمان بودم. درخشش واقعی استمرار میخواد، نه فقط 1 ماه اوج. ولی بعضی جام‌ها فقط اسم نیستن، معنا هستن. مردم آرژانتین یه عمر دنبالش بودن. اون لحظه‌ای که جام بالاست، بچه‌ای که تو حلبی آباد بازی میکنه هم حس قهرمانی بودن میگیره. تو شاید ثبات داشتی، ولی من یه لحظه رو جاودانه کردم. منم واسه مردم بازی کردم، واسه پرتغال، واسه اونایی که امیدشون من بودم. ولی وقتی کارنامه رو نگاه میکنی، نمیپرسی کی احساس قشنگتری داشت، میپرسی کی بیشتر برد. و من تو این بازی بیشتر بردم. من فوتبال رو به یه فرم جدید تبدیل کردم. بدنی ساختم که با هر پرش، با هر شوت تفاوت رو نشون بده. من برای برد طراحی شدم، برای لحظات حیاتی. وقتی تیم نیاز داشت، من بالا میرفتم. نه برای زیبا بازی کردن، برای نتیجه گرفتن. فوتبال برای من رقابته، نه فقط لذت. فوتبال برای من شعره، نه جنگ. من با ریتم بازی میکنم، نه فقط سرعت و قدرت. با یه لمس کوچیک توپ رو عبور میدم، با یه پاس خزا میسازم. وقتی بازی میکنم، آدما فراموش میکنن که وقت داره میگذره، چون زیبایی توی کنترل و هوشه، نه توی فقط انفجار. من زیبایی رو توی فشار میسازم. گل دقیقه 90، بازگشت، صعود، اینا جادوی منن. من تو لحظات سخت نقشیدم، وقتی خیلی از زیر فشار فرار میکنن. من میجنگم، چون بازی برای من مسابقه است، نه نمایش. من هم تحت فشار گل زدم، جام آوردم، ولی انتخاب کردم سبکمو حفظ کنم. نمیخواستم با مشت برنده بشم. وقتی با نوازشم میشه. فوتبال فقط برد نیست، خاطره است. تو شاید فریاد باشی، من نجوا بودم، ولی هر دو به دل میشینیم. اسم من فقط یه اسم نیست، یه خاطره است. وقتی بچه‌ای توپ رو پا میگیره و میگه میخوام مثل مسی باشم، اون لحظه چیزی فراتر از تکنیک منتقل شده. من به فوتبال حس دادم، رویا دادم.
حضور من الهام بخشه، نه فقط برای بازیکن‌ها، برای هر کسی که دنبال سکوت در شلوغیه. منم الهام بخشم، ولی به شکل دیگه. من الگوی تلاشم، الگوی جنگیدن برای بهتر شدن. من نشون دادم که با دیسیپلین، با کار، با باور میتونی تبدیل به نماد بشی. مردم منو باور دارن چون میبینن این راه شدنیه. من قصه نیستم، من مثال واقعی‌ام. من هم مثال واقعی‌ام، ولی برای کسانی که میخوان متفاوت باشن. نیازی نیست فریاد بزنی تا شنیده شی. من بازی کردم تا حس منتقل کنم. هر پاس من حرف داشت، هر دریبل من داستان. من فوتبالو مثل نقاشی کشیدم، نه مثل مبارزه. و من فوتبالو ساختم تا ببرم. من از زمین جنگ ساختم و نشون دادم که اراده قوی‌تر از استعداد ذاتی هم میتونه باشه. من به نسل‌ها یاد دادم که فقط با تلاش میتونی تاریخو لمس کنی. این پیاممه، این میراثمه. میراث من توی کتاب‌ها ثبت شده. بیشترین گل ملی، بیشترین گل در چمپیونز لیگ، بیشترین توپ طلای اروپا. من رکورد ساختم، نه فقط صحنه‌های قشنگ. من فوتبالیست نبودم، پروژه بودم. پروژه‌ای برای اثبات این که ممکنه. وقتی بری فقط عددا میمونن و عددا سمت منن. و من باور دارم که عدد همه چی نیست. بعد از من سبک بازی میمونه. تصاویری که با ذهن آدم‌ها میمونه. من بازی رو تغییر دادم، شکل جدیدی بهش دادم. نسل‌های بعدی از روی من تقلید میکنن، نه فقط رکوردامو میخونن. چون بازی من الهامه، نه فقط آمار. ولی الهام بدون عمل افسانه است. من کاری کردم که هر روز هر کسی با خودش بگه رونالدو تونست، منم میتونم. من یه مسیر شفاف گذاشتم، با عرق، با کار، با عددهای واقعی. من تو زمین جاودانم، نه تو تخیل. و من نشون دادم که میشه با هنر هم برنده شد، که سکوت هم میتونه فریاد باشه. من کاری کردم که فوتبال حس داشته باشه، معنا پیدا کنه. وقتی برم اسمم کنار عشق به فوتبال ثبت میشه، نه فقط کنار جدول گلزنان. من فقط نظر اسطوره‌ها رو بگم در مورد لیونل مسی و رونالدو. زین‌الدین زیدان میگه که رونالدو کاری کرد که هر تیمی هر وقت بهش نیاز داشت بهش تکیه کنه. ژاوی گفته مسی نه فقط بهترین بازیکنه بلکه فوتبال رو تغییر داد، با دید، با لمس توپ، با ذهنش. سر الکس فرگوسن گفته که رونالدو خودش از یه بازیکن خام تبدیل کرد به یه افسانه با تلاش محض. پپ گواردیولا گفته که مسی یه کلاس درسه، یه موجود متفاوت در دنیای فوتبال. نظر مردم تو آرژانتین مسی پسر آسمانیه، حتی بعد از دیگو آرماندو مارادونا. تو پرتغال رونالدو پادشاهه، ولی تو دنیا این رقابت هنوز ادامه داره. و حالا شما بگید بدون تعارف از زبان خودتون بگید که واقعا چه کسی گوت واقعی فوتبال جهانه؟ CR7 یا همون کریس رونالدو یا لئو مسی؟ این زیر واسمون کامنت کنید. سابسکرایب هم یادتون نره و با دکمه لایک این ویدیو به سایر فوتبالیا و علاقه‌مندان به مناظره زمان پیشنهاد میشه.